با مناسبت گسیل نخستین گروه جوانان با خدمت وطن در صحن بینای کمیسریات حربی ناحیه وخش چورابینی روز دعوت شونده گذرانده شد. در چورابینی مذکور رهبریت ناحیه کمیسری حربی ناحیه نمایندگان ساختارهای نظامی دعوت شونده ها و والدین آنها شرکت داشتند. محمد علی زاده گلجهان معاون رئیس ناحیه ضمن این همایش اوید به تاریخ تأسیس یابی قواهای مسلح بهداشت شرایط خدمتی در قسم‌های نظامی مستحکم شدن بازه مادی و تکنیکی اندیشه به میان آورد. گفته شد که خدمت وطن مادر برای هر یک جوانمرد بلند و اراده فرض دانسته می شود. همچنین در جمع آمد یک تن دعوت شونده که با خواهش خود به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل می شود سخنرانی نموده ذکر داشت که ما جوانان با ننگ و ناموس ملت باید وطن مادر خود را حفظ نماییم و قرض شهروندی و جوانمردی خود را در نزد وطن مادر ادا نماییم. در روز نخستین سفربرسازی جوانان به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان یک قطار ختم کنندگان مکتب رانندگی تشکیلات جمعیتی مددگار مدافع ناحیه وخش که کورس رانندگی را با موفقانه ختم کردند و چند جوانان دیگر به طور اختیاری به خدمت وطن راه سپار شدند. من نظر و احمد جان دعوت شونده محافظ آینده وطن با مقصد حمایت مرز و بوم وطن اختیاراً به کمیسریات حربی ناحیه آمدن نامنویس شدم. از خورده مهر وطن عزیزم در دلم جا گرفته حمایت آن برای من و هر یک فرد با آر و ناموس و خصوص جوانان دوران صاحب استقلالی قرض انسانی به حساب می رود. با این مقصد از همه جوانان دعوت می نمایم که برای خدمت مادر وطن تیار باشند. در ادامه جمع آمد کمیسر حربی ناحیه وخش در نزد حاضرین برآمد نموده ذکر داشت که صف اختیاریان برای ادای خدمت حربی سالهای اخیر افزوده باوری است که در نزدیکترین روزها نقشه سفربرسازی جوانان در ناحیه تامین می گردد. در عرفه دعوت جوانان با صف قواهای مسلح قرار داریم. باعث خرسندی و سرفرازی است امروز جوانان چینی دعوتی با خواهش خود با صف قواهای مسلح سفربر کرده شده ایستاده‌اند. در قسم‌های حربی وزارت مدافع و ساختارهای قدرتی در عموم در قواهای مسلح شرایط خدمت حربی با طور خوب و اعلی برآ مانده شده است. برنامه کنسرتی هنرمندان بخش فرهنگ مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه وخش ادامه بخش چورابینی گشت. تحت صدای سرود موسیقی سربازان دعوتی در یکجایی با والدان خود شادی و خرسندی نموده شکرگزاری از امروز پر افتخار تاجیکستان نمودند.